دوم، آزادی. آزادی در حقیقت به معنای رهایی انسان از قید بند قوانین الهی است. بر اساس مفکوره آزادی انسان باید به میل خود زندگی کند و خودش برای تنظیم امور زندگیش قوانین وضع کند و مداخله خدا را در زندگی سلب آزادی خود می‌داند. اما عاقبت تطبیق این مفکوره در 100 سال اخیر چی بوده است؟ آزادی نیز یکی از اساسی ترین مفکوره های غربی است که پس از ظهور مفکوره سکولاریسم شکل گرفت. وقتی دین از صحنه زندگی کنار زده شد، غرب به این نتیجه رسید که انسان آزاد است و نباید در بند هیچ دین و آیین قرار داشته باشد، بلکه خود باید خدای خود باشد و زندگی به قید و شرط را سپری کند. پس از پذیرش مفکوره آزادی، هر شخص اختیار کامل به دست آورد تا به مراد دل خویش عمل کند، به هر دین و آیینی درآید، به هر چیزی تجارت نماید، با هر کی و هر چیزی بخواهد ازدواج کند و هر گونه حرف و اندیشه‌ای را بدون محدودیت به زبان آورد. به این ترتیب آزادی زمینه را برای ظهور مفکوره فردگرایی مساعد ساخت. فردگرایی مفکوره است که فرد را بالاتر از همه ارزش‌ها و پدیده‌های اجتماعی قرار می‌دهد و او را محور و هسته زندگی به حساب می‌آورد. در مفکوره فردگرایی باور به این است که فرد به حق طبیعی به دنیا آمده و هیچ شخص ارزش، عقیده و دین صلاحیت سلب این حق را از وی ندارد و هر پدیده‌ای که مانع مفکوره فردگرایی گردد باید کنار زده شود. پس مفکوره فردگرایی در مقابل مفکوره جمعگرایی به وجود آمده است و باعث شد اساس زندگی جمعی دگرگون شود، ساختار خانواده از هم بپاشد و روابط میان زن و شوهر، فرزند و والدین باید تغییر کند. از اثر حاکمیت این مفکوره، زن از مسئولیت اساسی خود یعنی تربیت اولاد شانه خالی کرد و سپری کردن وقت و انرژی خود را در این راه مانع آزادی خود پنداشت. همچنان مرد مراقبت از خانواده را وجیبه اصلی خود ندانست، چون با این کار نمیتوانست روی پیشرفت و سعادت شخصی خود فکر کند. زیرا زن و شوهر بر اساس مفکوره فردگرایی باید مستقل و خودکفا باشند. پس هر دو باید کار کنند تا در زندگی پیشرفت داشته باشند و مصارف زندگی خود را تأمین نمایند. اینجاست که والدین برای تربیت اولاد خود وقت پیدا نمی کند و مجبورند برای بزرگ کردن فرزندان خود آنها را به مکانهای دیگری تحت نظارت و تربیت شخص بیگانه‌ای در کودکستانها بسپارند، جایی که نه محبتی و نه ترحمی را از مادر می بینند و نه سرپرستی و اعتماد را از پدر. پس فردگرایی که یکی از نتایج ناگوار آزادی است، باعث شده مرد و زن اولاد کمتر و حتی در برخی موارد اولاد به دنیا نیاورند، چون تربیت اولاد باعث سلب آزادی و نقص حقوق فردی آنان می شود. از این رو کشورهای غربی که فردگرایی در آن مسلط است کمترین نرخ زاد و ولد را دارند. بر اساس گزارش یک اداره تحقیقاتی تحت نام اداره تحقیقات جمعیت، بیشتر کشورهای اروپایی در سال 2021 سیر نزولی زاد و ولد را تجربه کردند و پیش بینی می شود که نفوس اروپا از 744 میلیون جمعیت در سال 2021 به 731 میلیون در سال 2050 کاهش یابد. بر اساس گزارش این سازمان، میانگین زاد و ولد جمعیت جهان نیز از 3.2 در سال 1990 به 2.3 در سال 2020 رسیده است. فردگرایی فرد را تشویق می کند که تنها برای خود بیندیشد، از محیط و فضای جمعی که این هدف را ضربه می زند دست بکشد. نظام اجتماعی که ترکیب از زن و مرد است با پذیرفتن این مفکوره از هم می پاشد، زیرا هر کدام برای خود می اندیشند، نه خانواده واحد. این جدول که بر اساس معلومات دفتر آمار اتحادیه اروپا ترتیب شده، گراف افزایش طلاق را در کشورهای اروپایی نشان می دهد که فردگرایی چگونه جدایی میان زن و شوهر را ترویج کرده است. پرتغال 1.3% در سال 1960، 70.9% در سال 2015. بلژیم 7% طلاق را در سال 1960 تجربه کرده و 61.1% طلاق را در سال 2015. پس در سرزمین هایی که مفکوره فردگرایی تطبیق گردد، بنیاد خانواده فرو می ریزد. سرزمین های اسلامی که از مفکوره ها و ارزش های غربی تقلید کردن نیز با آمار بلند طلاق مواجهند. کشور مصر در 20 سال گذشته آمار طلاق در این کشور
80% افزایش یافته که روزانه 260 واقعه طلاق به ثبت رسیده است. کشور اردن در سال 2016 میلادی 22,000 قضیه طلاق در این کشور صورت گرفته است. کشور ترکیه در سال 2018 میلادی 142,448 قضیه طلاق در این کشور به ثبت رسیده است. کشور ایران در سال 2018 از هر 3 ازدواج یکی آن منجر به طلاق گردیده است. کشور اندونزیا در سال 2018 میلادی 48,000 واقعه طلاق در این کشور صورت گرفته است. همچنان محور قرار گرفتن فرد و خواهشات او بر اساس مفکوره فردگرایی باعث شده زن و مرد غریزه جنسی خیش را به هر نحوی که بخواهند اشباع میکنند. چون این اندیشه پوچ راه را برای فساد اخلاقی، تنفروشی و روسپیگری در جهان به ویژه غرب باز کرده است. طبق گزارش سایت اینترنتی بیزنس اینسایدر، حدود 1 میلیون فاحشه در امریکا و 42 میلیون فاحشه در سراسر جهان وجود دارد. پس این گونه روابط نامشروع که یک مرد با چندین زن و یک زن با چندین مرد رابطه برقرار میکنند و آن را آزادی میدانند، گراف زاد و ولد کودکان حرامزاده را نیز در جامعه غرب بلند برده است. بر اساس آمار مرکز تحقیقاتی پیو، 13% اطفال متولد شده در سال 1968 میلادی در امریکا خارج از ازدواج بودند که این رقم به 42% یا 24 میلیون طفل در سال 2017 میلادی رسیده است. همچنان بر اساس آماری که از سوی مرکز مطالعات خانواده یا IFS و مرکز رونده‌های اجتماعی یا STI در سال 2015 منتشر شده، میزان تولد فرزندان حرامزاده را نشان می‌دهد. مفکوره فردگرایی که پیامد منفی مفکوره آزادی است، باعث شده امراض روحی و روانی و حتی خودکشی در میان جوانان غربی بیشتر شود. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، سالانه نزدیک به 1 میلیون انسان خودکشی میکنند و بر اساس گفته پیرن کارن، نماینده این سازمان، در هر 40 ثانیه یک انسان در جهان دست به خودکشی میزند. مفکوره فردگرایی همچنان مهربانی و احترام به پدر و مادر را نیز از میان برده است. از این رو والدین در ایام پیری در غرب به باد فراموشی سپرده می شوند و در گوشه خانه سالمندان به دور از مراقبت فرزندان و فضای جمعی خانواده به سختی شب و روز خود را تا دم مرگ سپری می کنند. این همه تبعات ناگوار وقتی به وجود آمد که غربی ها فکر کردند آزاد به دنیا آمدند و باید آزاد و مطابق هوای نفس خود زندگی کنند، در حالی که خداوند ذاتاً انسان را از رحم مادر آزاد خلق نکرده، بلکه فطرت او را چنان تنظیم کرده که به یک خالق گرایش داشته باشد. یعنی خداوند وابستگی به خود را در ذات انسان نصب و پروگرام نموده است. پس مفکوره آزادی باعث شده انسان از اصل خود منحرف شود و خلاف فطرتش زندگی کند. در نتیجه تطبیق این مفکوره ها، انسانها لذتجو، عیاش، لجام گسیخته و متکبر به بار آمده است و باعث شده انسانهای پریشان حال، خانواده از هم پاشیده، جامعه فاسد و جهان بیمار به وجود آید. پس اگر انسانها تحت چتر نظام و قوانین مطابق فطرت خود، یعنی اسلام عزیز، زندگی نکنند تا غرایز و سرشتشان به گونه فطری و عقلی اشباع نگردد، جهان به گودال بدبختی و فلاکت فرو خواهد رفت و انسان آزاد چی جنایات بس بزرگ و چی فجایع هولناک را در جامعه انسانی مرتکب خواهد شد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا